خب ما واسه درست کردنش نیاز به گوگل و یه فیلتر شکن داریم. وارد گوگل که شدید سرچ میکنید اکتیویژن و وارد سایت اصلی اکتیویژن میشید. بعد که وارد سایت شدید لاگین میکنید روی همون اکانتی که به مشکل خورده و کدش واسش نمیاد. حالا من از قبل لاگین کردم. روی پروفایل میزنید، ساب میکنید تا صفحه جدیدی واسهتون باز بشه. خب وارد این صفحه که شدید میاید بیرون و فیلتر شکن خودتون روشن میکنید. حتما فیلتر شکن نیازه روشن کنید. روی خط سمت راست بزنید و روی ساپورت اینم سر میکنید تا صفحه کاملا واسهتون باز بشه و میاید پایینتر گیم کال آف دیوتی موبایل انتخاب میکنید. میاید پایینتر روی ساپورت میزنید، اینجا دوباره ساب میکنید سایت کاملا باز بشه و دوباره هم کال آف دیوتی موبایل رو انتخاب کنید. اینجا روی اندروید بزنید گزینه دوم، دوباره گزینه اول. خب وارد اینجا کشید روی سامبیت تیکت میزنید. خب واسهتون یه همچین جای باز میشه، اینجا میتونید تیکت بدید بهشون، یه چیزی واسهشون بنویسید. خب من یه متن آماده شده دارم که تو چنل تلگرامم، برید تو چنل تلگرام اون متن رو کپی کنید. خب ما رفتیم اون متن رو کپی کردیم، اومده اون متن اینجا پیستش میکنید روی سامبیت میزنید، سر میکنید تا بیا. خب الان تیکت شما ثبت شده، ما میریم وارد جیمیلمون میشیم. سر میکنید تا یه ایمیل به گوشیتون بیاد. خب این اومده میگه مشکل شما 1 الی 48 ساعت طول میکشه که درست بشه. و بعد این دیگه یه 2 کد وریفای به جیمیلتون میاد و دیگه جیمیل شما درست شده و کدتون واسش میاد. اگه با این آموزش حال کردی حتما لایک رو بزن، یک کامنت مرامی هم واسم بذار.